سلام به همه همراهان علاقه‌مند به دنیای جواهرات. تو این ویدیو قرار خیلی شفاف و حرفه‌ای تفاوت بین زمرد طبیعی و زمرد لابراتواری را بررسی کنیم. اگه به فکر خرید یا سرمایه گذاری روی زمرد هستید، این توضیح میتونه مسیر شما را کاملا مشخص کنه. زمرد طبیعی در دل زمین طی میلیون‌ها سال با فشار و دمای بالا شکل گرفته. ویژگی‌های منحصر به فرد مثل ترک‌های ریز داخلی یا جلوه‌های طبیعی باعث میشن هر زمرد طبیعی کاملا یکتا و خاص باشه. به دلیل نایاب بودن و فرایند شکل‌گیری طولانی، ارزش سرمایه‌گذاری بالاتری داره و همیشه مورد توجه خریداران حرفه‌ای بود. در مقابل زمرد لابراتواری در محیط آزمایشگاه ساخته میشه، اما نظر ساختار شیمیایی و ظاهری دقیقاً مشابه نوع طبیعیه. مزیت اصلیش قیمت پایین‌تر، ظاهر بسیار تمیزتر و دسترسی راحت‌تر. برای کسانی که ظاهر و درخشش زمرد براشون مهمتر از منبع تشکیلشه، انتخابی هوشمندانه محسوب میشه. زمرد طبیعی کمیاب، اصیل و مناسب سرمایه گذاریه. زمرد لابراتواری مدرن، اقتصادی و بدون نقص‌های طبیعی. انتخاب بین این دو کاملاً بستگی به هدف شما از خرید داره. در ویدیوهای بعدی دقیق تر به روش تشخیص این دو نوع زمرد میپردازم. فراموش نکنید کانال را دنبال کنید تا هیچ نکته‌ای از دنیای سنگ‌های قیمتی را از دست ندید.